با سلام خدمت شما متعلمین نهایت عزیز، خوش آمدید میگیم شما را به مضمون جیولوژی صنف دهم با ما دکتر علی محقی همراه باشید. جلسه چهارم از فصل دوم از مضمون جیولوژی و در ادامه فصل سنگ‌های رسوبی به موضوعات ذیل میپردازیم. یک سنگ‌های سیلیکاتی رو بررسی میکنیم، دو سنگ‌های تبخیری رو، سه طبقه بندی سنگ‌های رسوبی رو، فسیل ها را بیان میکنیم اهمیتش رو و از آخر در مورد زغال سنگ با هم گپ خواهیم زد. سنگ های سیلیکاتی می توانند در سنگ های رسوبی منشأ کیمیایی یا عضوی داشته باشند. خب در اثر فرسایش سیلیکات ها که قبلتر در چپترهای قبلتر براتون گفتیم که یک نوع سنگ ناریه هستند، سیلیکان به صورت محلول وارد دریاها، بحرها یا یک محیط آبی می شود. بعد از اینکه این سیلیکان در اون محیط آبی که وارد شد مشبوع شد، سنگ‌های سیلیکاتی کیمیایی تشکیل می شود. و قسم دوم از سنگ‌های سیلیکاتی سنگ‌هایی هستند که منشأ عضوی دارند. این قسمتی از سیلیکان محلول در یک محیط آبی که در ابحار میتونه باشه، در دریاها میتونه باشه، توسط موجودات بحری گرفته شده و اون موجودات قشا یا پوسته خود را از اون میسازند. به عنوان مثال میتوان در دیاتم ها و الجیا نام برد که در تصاویر دو رقم از دیاتم ها را میبینید که موجودات میکروسکوپی بسیار بسیار ریز هستند که در آب زندگی میکنند. سنگ‌های تبخیری سنگ‌هایی هستند که منشأ کیمیایی دارند. به عنوان مثال میتوانیم ما از نمک نام ببریم، از گچ نام ببریم. وقتی که غلظت این مواد تشکیل دهنده نمک یا گچ در محیط آبی اشباع شد، ترسبات تبخیری شامل نمک و گچ رسوب میکنند و تشکیل میشوند. خب اگر ما براتون یک نکته رو بگم که در یک محیط آبی وقتی که محیط گرم و خشک باشه که ما میبینیم که این سنگ‌های تبخیری در ساحه‌های با هوای بسیار گرم و خشک تشکیل میشوند، ابتداءً اول گچ تشکیل میشود، سپس بعد از او نمک تشکیل خواهد شد. مورد بعدی که در موردش با شما دوستان عزیز گپ خواهیم زد طبقه بندی یا لایه بندی سنگ‌های رسوبی است. دو ویژگی بسیار بسیار مهم سنگ‌های رسوبی دارند که در همین جلسه امروز با هم صحبت خواهیم کرد. یک اول طبقه بندی است و دوم دارای فسیل بودن این تا سنگ است. طبقه بندی رو در تصویر مشاهده میکنید دوستان. همونجوری که میبینید طبقه های مختلف با ضخامت های مختلف با رنگ های مختلف مشهود است و نمایان می شود. خب یک از مهمترین مشخصات سنگ های رسوبی داشتن طبقات است و این طبقات در فرم اولیه خود حالت افقی دارند، اما بعضا می شود که این طبقات افقی کج شوند، خمیده شوند که باز در موردش ما براتون توضیح میدم. سطح بالایی هر طبقه نشان دهنده پایان دوره رسوب و آغاز رسوب مواد جدید است. این جمله برای ما میگه که وقتی که در طبقات سنگ‌های رسوبی ما دقت کنیم میبینیم که اینا همونطور که در تصویر اگر دقت کنید دوستای عزیز، اینا رنگ‌های مختلف دارن و ضخامت‌های مختلف. هر کدام از اینها نشان دهنده ای است که یک دوره زمانی یک رسوب گذاری مواد در او حوزه دریایی حوزه ترسباتی شروع شده و بعد پایان یافته و یک مواد دیگه بعد از او رسوب گذاری شده است که به رنگ مختلف، به سایز مختلف، به ضخامت مختلف ما و شما اینجا اینا رو میبینیم. خب در ادامه میگیم که طبقات افقی رسوبی بر اثر قوه‌های داخلی زمین کج یا چین خورده می شود. قوه‌های داخلی زمین را ما و شما با هم به تفصیل در چپترهای بعدی گپ خواهیم زد. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید دوستای عزیز، اینجا طبقات افقی است، بعد اینجا بر اثر فعالیت قوه‌های داخلی زمین طبقات افقی کج و خمیده شدند. مورد بعدی از خصوصیات مهم سنگ‌های رسوبی داشتن فسیل هست. همونطور که از لکچرهای قبلی خاطرتان باید باشه، فسیل ها عمدتاً اثرات یا بازمانده های موجودات قدیمی هستند که در کره زمین زندگی میکردن و اکنون ما اثرات آنها را در سنگ ها، در احجار، در ساحه‌های مختلف میتوانیم که پیدا کنیم، کما که شما دوستان عزیز در تصویر مشاهده میکنید انواع مختلف این موجودات را.
میگه که عمدتاً در سنگ‌های آهکی پیدا میشوند، اما در ریگسنگ، شیل و کانگلومرات هم بعضاً فسیل میتواند که پیدا شود. مورد بعد که برایتان بگوییم دوستای عزیز، موضوع بعد در مورد زغال سنگ است. زغال سنگ نام آشناست. خب در کشور ما و شما دوستای عزیز بسیار مورد استفاده قرار میگیره. در فصل سرد، در فصل زمستان، یکان منشأ اصلی گرمای کشور ما و شما بیشتر زغال سنگ است. خب میگه که از بقایای نباتات روی زمین به وجود می آید. شرایط مناسب تشکیلش رو با هم گپ خواهیم زد که میگه که باید در محیطی که تشکیل می شود عدم موجودیت هوا باشد، هوا وجود نداشته باشد، آب ساکن و گرم باشد و مناطق مردابی باشد. خب میگه که با گذشت میلیون ها سال افزایش فشار و وزن رسوبات بالایی، گاز کربن دی اکساید و بقیه گازها خارج و کربن باقی میماند. خب وقتی که ماده اولیه زغال سنگ در یک محیط ترسباتی، همین مواد اولیهش نباتات هست، قرار گرفت، بعد از یک مدت بر اثر فشاری که از طبقات بالا می آید و مواد جدیدی که در حوزه ابحار وارد می شوند، اینایی تو فشرده می شوند. بعد از فشرده شدن به مرور زمان گازها و مواد دیگه از این خارج شده و نهایتاً فقط کربن در داخل از این باقی خواهد ماند. خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنیم مراحل توسعه زغال سنگ رو میبینیم که اول پیت تشکیل میشه، بعد از او لگنایت میگن، بعد از او زغال معمولی که ما و شما استفاده میکنیم و از آخر آنتراسیت تشکیل میشود. در تصویر هم مشاهده میکنید که ابتداعاً ما پیت رو داریم که از نباتات روی زمین تشکیل میشه. همینطور که زمان زیاد میشه، فشار زیاد میشه، حرارت هم گاهن زیاد میشه، همینطور روند انکشافیش پیش می رود. پیت تشکیل میشه، لگنایت تشکیل میشه تا کل کمو زغال رو میگن. خب بریم یک این مراحل رو با هم بحث کنیم. یک پیت رو زغال نارس هم میگن. همونطور که در تصویر شاید شما دوستای عزیز میبینید، یک مخلوطی است از خاک و باقمانده همی نباتات، شاخچه ها، برگا و همینطور مواد. خب ببینیم ویژگی های از این ماده چی است. 55 تا 60% کربن دارد، رطوبتش بسیار زیاد است. خب پس وقتی که رطوبتش زیاد باشه در سوختن و در گرفتن بسیار مشکل داره. خب میگه که در نواحی باطلاقی مرطوب و در زمین‌های نیمه مسطح یافت می شود. خب میدانیم که چرا در زمین‌های نیمه مسطح؟ چون اغلب مناطق باطلاقی باید در زمین‌های نیمه مسطح باشد تا اونجا راکت شود و باطلاق تشکیل شود. میگه که به سختی در گرفته و بوی دود زیاد تولید میکنه. خب از قیافه از این معلوم است که وقتی که رطوبت زیاد داشته باشه و کربن از این کم باشه دیگه در گرفتن بسیار کیفیت بالایی نداره. مرحله بعدی از مراحل انکشافی زغال سنگ لگنایت است. خب ببینیم که ویژگی های لگنایت چی است. میگه شکل انکشافی یافته پیت است، رطوبتش کمتر شده، خب در فیصدی کربنش هم بالاتر رفته، میبینید که 70% شده. خب اثر خطش قهوه‌ای رنگ است و آثار برگ و شاخچه هم دقتش میتونین که پیدا کنین. مورد بعدی زغال سنگ معمولی است که ما و شما کدش در کشور ما بسیار سر کار داشتیم برای گرم کردن خانه ها. خب میگه ویژگی هایش چی است؟ 80% کربن داره. از این زغال سنگ معمولی کوکس تهیه میکنن. کوکس یک ماده مهم برای سوخت و دارای حرارت زیاد است که در فاکولته های آلومینیوم یا ذوب فلزات بسیار مورد استفاده قرار میگیره، چون برای ذوب تو آهن‌آلات و فلزات دمای بسیار بالا نیاز است، از کوکس استفاده میکنن. خب از مراحل تکاملی زغال سنگ در مرحله آخر میرسیم به نام آنتراسیت. آنتراسیت 96% کربن داره، دارای حرارت بسیار زیاده و بدون دود میباشه، پس در سوخت بسیار ماده خوب است. میگه که اگر فیصدی کربنش از 96% بیشتر شود، این دیگه آنتراسیت نامیده نمیشه بلکه گرافیت نام گرفته میشه. گرافیت ما و شما در زندگی روزمره من بسیار سر کار داریم، مخصوصا شما متعلمین عزیز. همین مغز مدادی که ما و شما استفاده میکنیم از جنس گرافیت است. خب دوستای عزیز، پس از یک وقفه برمیگردیم با سوالات کانکور.
سوال اول، شرایط مناسب برای ایجاد زغال عبارتند از: فرم اول هرات، یک موجودیت اکسیژن، دو آب ساکن و گرم مناطق مردابی، سه موجودیت هوا، چهار عدم موجودیت هوا، آب ساکن و گرم مناطق مردابی. میدانیم که موجودیت اکسیژن و موجودیت هوا باعث تخریب نباتات میشه و نمیتونه که اینا رو حفظ کنه تا بعدا اینا تبدیل به زغال سنگ شود. خب پس گزینه 1 و 3 غلط میباشه. گزینه 2 هم فقط در یک موردش اشاره کرده، آب ساکن و گرم مناطق مردابی، اما گزینه کاملتر گزینه 4 است که عدم موجودیت هوا، آب ساکن و گرم مناطق مردابی است. سوال دوم، فیصدی کربن زغال سنگ معمولی قرار ذیل است. فرم اول بدخشان 40%، 95%، 100%، 80%. خب میدانیم که از لکچری که ما برایتان توضیح دادم که فیصدی کربن زغال سنگ معمولی که ما و شما در خانه های من در میدیم 80% می باشد. یک نکته را اینجا باید شما متعلمین عزیز به خاطر بسپارید که در این قسمت سوالاتی که مطرح میشه در قسمت زغال همی است که برای شما نام زغال را میده، فی المثل پیت میگه، لگنایت میگه، آنتراسیت میگه و از شما میخواه که فیصدی کربن از رو بگید. پس این را باید به عنوان یک نکته بسیار مهم به خاطر داشته باشید. خب گزینه صحیح ما و شما گزینه 4 80% می باشد. سوال سوم، سنگ های تبخیری عموما در آب و هوای ذیل به وجود می آید. فرم پنجم ولایت بدخشان. خب گزینه 1 سرد و مرطوب، 2 گرم و خشک، 3 آب و هوای سرد، 4 هیچ کدام. خب ما میدانیم که سنگ های تبخیری همونطور که برایتان گفته شد باید یک محیط گرم و خشک باشه. گرم و خشک باشه تا تبخیر آب صورت بگیره، تا منرال های تبخیری و احجار تبخیری به وجود بیاید. خب گزینه 1 غلط است، 3 هم غلط است. گزینه صحیح ما و شما گزینه 2 می باشد. تا جلسه بعد شما متعلمین عزیز را به الله پاک میسپاریم. خدا نگهدار.